وای میدونم پایتون در کرداست که پدر مایلش خیر تینجمی؟ اوف آدم پیر شود همین گونه میشود نه؟ چگونه؟ آخی کودک شده موندگی راستش اینجیخ شدگی یک گپ رو 10 بار تکرار میکنم من امروز خودش 10 بار زنگ زدم 10 مراتب تلفن کردن گوی؟ ها پایهایم در کرداست میگن و کنی گیر رحمت برای چی آواره شده؟ نه چی جای آورش دارد؟ این محصولات از شرکت نطفه از گیاهای طبیعی آماده شده است. از فرزندتان شنیده بودم پایهایتان در میکرده است. همان به یاری میدهد. اکنون این کمتر اعتبار دادن است. اعتبار میگویی؟ ها رحمت بچم نمی ارزد. حتی در بسته‌اش سروغش هم نوشته شده است. بعد از مرگ همسرم تنها ماندم. بعضا خودت را آدم نادرکار حس میکنی. مایلش می حاضر با دلتان سخت نرسد یک کار کنم. بچم لبای؟ آدم را در خجالت میمانی. نه چرا؟ همه‌اش خوب است. رحمت برکه یاب. نمی ارزد. ها دوستان نظم تو بخشش دستم دور اولاد. السلام علیکم پدر و علیکم السلام. اکنون با من رخصت دم جان. نه استا لبای؟ یعنی دستانت را بشوید آمین. با کارهایت رواج دهد به همه چنین فرزند نصیب کند. آمین. الله اکبر. الله اکبر. مالش نقش نه. رحمت به تو. باز میبینن دوستم؟ بدر نفهمیدم چیکاری کرده بود یا خودت رو نشان دادنی آمدی می به یک کف دعای پدرم چقدر محتاج بودنم رو میدونی؟ کنی اگر امکانیتش میبود من پایهای پدرم را تا نصف شب تا دستانم شکسته نشه محض کردم به تیار من. لیکن افسوس امکانیتش نیست. پدرت را دعایشان را گیر. آن که از خیلی تنها شدند بعداً دیر نشود.